الحمید. دم یک صفت کل جوابا اشتباهات که برای ما میایه حاصل میشه. چطور شده میتونه ما مردار پس زنده بکنه؟ چطور شده میتونه حساب و کتاب شوه؟ چطور شده میتونه این کلی مخلوق در یک میدانک جمع شده بتونه گنجایش داشته باشه؟ چطور شده میتونه که نعمتهای جنت بقا داشته باشه، فانی نشوه؟ ما چون که چیزایی را دیدیم در نظر خود، او برای ما زوال پذیر است. مثلا دیدیم شفتالو زیاد باقی نمیمانه، گنده میشه. آیا در میوه جنت این تصور میتونیم؟ کلا قطعا نمیتونیم. چرا؟ اونجا الله میکنه آن چیزی را که الله بخواه. قال رب اجعل لی آیه. زکریا علیه السلام شکر نعمت الله را میکشه. ما واری نیست که وقتی ما نعمت ببینیم باز چک چک شروع کنیم، باز بازی را شروع کنیم. و اینجا که شما یک کم کم در جذبه میای ناری تکبیر میگی. ناری تکبیر دیتر مقامات نگوی. خب هر وقت که در سر کوه پایین میشده فیر میکرده، عملی عمومی میکرده، اونجا ناری تکبیر بگوی. اینجا ناری تکبیر نگوی. فکرتان باشه این محل ناری تکبیر نیست. دین برای ما حدود وضع کرده، موقع ناری تکبیر. در وقتی که در عید میرفته باز معلوم شوه که میشرمی از مردم، یعنی که همینطور خب با جرأت الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیر گویان بوده. جایی که شریعت براتان فرمان داده اونجا آوازتان بلند کنه، خجالت نکنه، شرم نکنه، این سنت زنده بکنه که مردم یک دفعه احساساتش بالا شود. ما مردم اوجا آوازه که خود بالا نمیتونیم نکنه. در طور جایی که جذبیتان میاد ناری تکبیر نگوی. از الله سوال بکنی که الله آلی دیگه همینطور خدمت از من بگی. حکایت صحابی را میشنویم حالاتش، همینطور تمنا داریم که الله همینطور میدان موقع را برای من میسر بکن که من این همی قسم چی بکنم؟ شهامت و شاکاری بکنم. اینی طور باید سوال بکنیم. در غیر از او اینجا چی نکنه. این مردم های دیگه است که الله خوش میشن که الله ناری تکبیر. خوشی ما و شما میشه با چکچک و رقص است نعوذ بالله. لیکن خوشحالی زکریا علیه السلام با چی چیز است؟ دستی مطالبه میکنه. سعی کنه طریقه عبادت ای از طرفی کی بیان میشه؟ الله خود نمیتونه. زکریا علیه السلام علی میتونست که می دستی بدوه، حالی که ما یک کمی چیز میشه میدویمه، یک حیوان دستی گوشش میبریم که نظر شد ایره باز دیگه آینده چی میکنم؟ میکشم. زکریا علیه السلام پابند فرمان الله است. چه قسم شکرگزاری الله را بکنه؟ از خود دین اختراع نمیکنه، از خود طریقه جور نمیکنه. میگه چی میگه؟ ربی ای پروردگارم اجعل لی آیه، برای من یک نشانه مقرر که یا الله که وقت همسرم حامله میشه او من بسیار اظهار خوشی و اظهار شکری تو را بکنم، یک علامه برای من باشه. قال الله تبارک و تعالی میفرما یا با زبان ملائکه یا خود برش میفرما آیتو که علامه تو، یعنی برای تو علامه با پیدا شدن اولاد در شکم همسرت، الله تکلم الناس، که تو سخن گفته نمیتونی امرای مردم، 3 ایام 3 روز الا رمزا، مگر به اشاره. توانایی تو از بین میره. چرا توانایی زبان تکلم کردن از بین میره؟ کارای الله تبارک و تعالی را انسان مکمل تسلیم شود که انجام داده میتونه. زبان تمام عمر تکلم میکرد، اما قدرت الله دمی فرصت گنگ میشه خلاص. حالی زبان عادی بود تکلم میکرد، چرا بند شد؟ اینمی قسم که زبان عادت بود تکلم میکرد، حالی گرفت الله ای را بند کرد. اینمی قسم تکلم بند شد، زبان دیگه گنگ شد. اینی قسم اولاد نمیشد الله علی اولاد پیدا میکنه. مثل که اینجا تکلم بند میکنه، زبان گنگ میسازه، در حالی که زبان تعالی را مکمل تکلم میکرد. اینمی قسم امی قدر مدت یا عمری که اولاد نمیشد، الله یک دمی را چی میسازه؟ صاحب اولاد میسازه. اونجا آن چیزی که نمیشد شد، اینجا آن چیزی که میشد نشد شد. هر دو امر برای الله تبارک و تعالی چی است؟ یکسان است. همونطور شد زمانی که همسرش حمل گرفت، زکریا علیه السلام هرچی اراده میکرد تکلم بکنه تکلم نمیشه. خطی مردم به اشاره سخن میکرد، دعوت میداد مردم. از او خاطر الله میگه واذکر ربک کثیرا، یاد کو پروردگار تخیل زیاد. ذکر براتان گفته بودم اصل ذکر یاد الله را در یاد داشتن. الله را در یاد داشتن این مطلب در هر شعبه زندگیت تو الله در یادت باشه. الله در یاد بودن این معنی
در هر شعبه زندگیت که عمل میکنی گفتار میکنی مطابق فرمان کی باشه؟ الله. معامله میکنی خرید و فروش مطابق قانون الله، ازدواج میکنی مطابق قانون الله، خوردن میکنی مطابق قانون الله، داخل میشی بازار میری کار میکنی روزگار میکنی هر چی که انجام میدی این مطابق دستور الله. اینی را به نام ذکر یاد میکنه. خب بله یکی ذکر به زبان هم است که آدم الله را یاد بکنه سبحان الله الحمدلله. چرا؟ امی سبحان الله و الحمدلله که در زبان میگی تو را متوجه میسازه. وقتی که سبحان الله میگی او تو روان میشی در موتر بالا میشی امی دستی برات یاد میاد که خو در موتر که بالا میشم این موتر که برای من معذب شده و مرا انتقال میده در وقت خیلی کم. اگر من پیاده میرفتم هیچ روز تا بیگار رسیده نمیتونستم، خصوصا در این رمضان مبارک خسته و زله میشدم. آلی بیبی که در این موتر پای میگذارم و مرا در مدت کم و با پیسه کم اونجا انتقال میده. این قدرت کیست؟ این احسان کیست؟ میگه سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. پاکی برای او ذاتی است که برای ما رام ساخته، ما نبودیم که را برای خود رام بسازیم. اگر الله استعداد از این برای ما نمیداد، الله استعداد داد که تیر جور کنی حالا اینطور بکنی. این فکر الله به این مخترع موتر داد پر زهاره که با دیگه ترکیب بکن و این خود به خود حرکت بکنه. این احسان کیست؟ سبحان الذی سخر لنا هذا. صحیح کو فرق است. یک مؤمن در موتر بالا میشه و یک کافر، هر دو فرق داره. کافر در موتر بالا میشه هیچ احساس نمیکنه، این را نتیجه عمل خود میدانه، هنوز سینه خود میزنه که مستم. اما مؤمن که بالا میشه میگه نه این احسان کیست؟ اگر الله احسان نمیکرد من نمیتونستم. اینی را مردم میگه که در هر لحظه الله در یاد آدم بودن. این حالی تو در موتر بالا شده الله در یادت سبحان الله را میگی در موتر بالا میشی. زن است آدمی ریش سفید است در ذهنت میگرده، در چوکی نشستی دستی جا برش اعلا میکنی، دستی اونجا سیاسر است خدا پشتی سر میکنی. چرا؟ امو سیاسر امو خواهر مثل خواهر و سیاسر خود فکر میکنی. اینی الله در یاد بودن است در کلی همین موتر. یک مثال براتون دادم. الله در یاد بودن اینمی را میگه، اینمی را ذکر الله میگه. خب بله تسبیحی که به زبان میگی تو را دیگه متوجه میسازه که بله الله باید در یادت باشه. و سبح بالعشی والابکار. و خصوصا تسبیح بگو یعنی با پاکی یاد کو الله را هم بیگا و هم صبا. مراد از پیشش کل اوقات است. یعنی ای زکریا علیه السلام تو ضرورت داری که در هر وقت الله را یاد بکنی. چرا؟ هر نعمتی که میرسه برای تو از جانب کیست؟ و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی را که ما مشاهده میکنیم در وجودی خود، در بیرون، در فضای خانواده، در هر جایی که میبینی کلش از جانب کیست؟ از او خاطر الله را با پاکی یاد کن، الله را حمدش بگو. وقتی پیغمبر مکلف میشه رد شد بالای نصارا. که نصارا؟ زکریا علیه السلام پیغمبر است، محتاج است، مکلف است به بندگی. الله او را مکلف ساخته که روز تا بیگاره عبادت الله را ذکر الله را باید بکنه و محتاجی به الله، محتاجی خود به الله ظاهر بکنه. چرا؟ ذکر الله نمایندگی از این میکنه که من ضرورت به الله دارم، محتاج به الله هستم. اینی را به نام ذکر یاد میکنه. و رد شد بالای نصارا که زکریا علیه السلام پیغمبر است، مریم و مادر مریم پیغمبر نیستند. وقتی زکریا علیه السلام صفت الوهیت نداره مریم چطور صفت الوهیت پیدا کنه؟ و اذ قالت الملائکه یا مریم. این بشارت خو برای زکریا علیه السلام است. بیا بشارت مریم. بشارت مریم شامل امتحانات خیلی بزرگ است، خصوصا با این طور دختر با حیا و با عفت اینقدر حیاناک که آلی حیران مانده چی بکنه. ولی در این طور معاملات و در این داستانها خیلی درسای عظیم و بزرگ است. چطور یک دختر در حالت جوانی اولاد از پیش پیدا شود؟ این حراس و خوف و قومی که فقط نشسته کمی مجرد تو همی کل کتام کچ شود سرد انتقاد میکنه. خودشان اگر هر قدر گناه های عظیم میکنه هیچ باکی نداره، اما تو را همی قدر متوجه است که پرسان نکو که همی کج انگشتی تام شود سرد انتقاد اعتراض میکنه. بسیار حالت سخت است، خیلی حالت سخت است. ولی قرآن داستان از یا برای ما درسا میده. خواهرم اگر در هر رقم مشکل واقع میشی خیلی سخت لیکن خودکشی نمی کنی. دمی موقع باید مریم خودکشی میکرد. چرا؟ به خاطر که این اولاد ببره در بغل خود در پیش مردم خود تهمت میزنه.
زدن نموتور. آینده تا آلی را قرآن امو را ذکر میکنه. یهود تا آلی را عیسی علیه السلام ولد الزنا میگه، از امو خاطر در صددی کشتن شدن. شما ببینید چقدر موضوع خیلی بس بزرگ است. اما مریم خودکشی نمیکنه که من خو لکدار میشم، مردم تعنه برم میده، نامبد میشم، بیا قبل از اینکه نامبد شم مردم تعنه بده خود از زمین دنیا تیر کو. اینطور نمیکنه. دعا طلب میکنه از الله، دعا طلب میکنه و این امتحان بزرگ الله است. و اذ قالت الملائکه، قابل یادآوری است در آن وقتی که ملائک میگه یا مریم، و ای مریم. گفتن ملائک به مریم الهام است، مثل که به مادر موسی علیه السلام هم الله الهام کرده بود توسط ملائک. اینمی قسم چرا این پیغمبر نیست؟ اگرچه بعضی مفسرین میگه این پیغمبر است، لیکن نه، پیغمبر کسی است که دعوت میده. زن امی صلاحیت دعوت در ملأ عام نداره. یکی دعوتی است که فعلا وظیفه امر بالمعروف نهی عن المنکر که میگیم، این زن و مرد شامل است. چنان که در آیت قرآن کریم میاد یکی ادای رسالت است که روز اول قیام بکنی، مردم دعوت به سوی توحید بکنی، رد شرک بکنی. این صلاحیت زن نیست. چرا در مجمع های بزرگ سفر کردن رفتن این کارای مرداست. از او خاطر مریم پیغمبر نیست. ان الله اصطفاک، الله تو را برگزیده. چرا برگزیده؟ به دعای مادرت پیدا شدی، شیطان تو را مس کرده نتانست، در خدمت بیت المقدس قبول شدی، در زیر سرپرستی پیغمبر دلسوز و مربی بزرگ زکریا علیه السلام آمدی. این را اصطفا میگه. از این معلوم میشه اگر انسان در خدمت دین خود ببینه بسیار خوش شود، بسیار زیاد خوش شود. اگر از تو یک عمل خدمت دین میشه تو باید بسیار خوشحالی کنی که الحمدلله اینی عمل خدمت دین از پیشم گرفته شد. چرا؟ الله تبارک و تعالی مریم بیبی را به می خاطر میگه اصطفا که تو را برگزیده. از او خاطر هر بنده که خدمت دین الله را میکنه برگزیده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. یک کسی که در زیر سرپرستی شخص میشه که او شخص متدین است، او شخص مربی واقعی است. این یک افتخار بزرگ است. اگر استاد آدم واقعا استاد واقعی باشه، آدم یقینا درس درست بده، دیگه از این که نعمت بزرگ نیست. و این یکی از احسانات الله است که به کسی نصیب میکنه. استاد است که انسان از سوق میده، به مو را برابر میکنه که واقعا او راه سعادت و کامیابی است. ما خمیره میگیم گاهی ما کسایی که قطعا درس میخوانه برشان میگیم که کاش که اینمی گپاره که بر شما میگفتیم، کاش که در سال اولی که ما درس شروع کرده بودم کسی برای ما میگفت که ما از روز اول تعلقیم به کتاب الله می بود، از روز اول مکمل تعلقیم با حدیث پیغمبر می بود. لیکن یقین به الله بکنی توصیه برای ما نشد، بلکه برای ما ذهنیت های دیگه داده شده بود. برای ما گفته شده بود که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجسمه است، با الله جسم قائل است. از همون خاطر کتابش ما دور منداختم. زمانی که عقلم پخته شد رسیدم در درس حدیث، بعد از اون مطالعه همچو علمای بزرگ کتابایش مطالعه کردم، باز افسوس میخوردم که کاش که 6 سال پیش ما با این کتاب آشنایی پیدا میکردیم که میفهمیدیم. چرا؟ آلی یک کسی در زیر سرپرستی و استاد و پدر دیندار متدین رفتن این نعمت الله است. الله تو را برگزیده که تو را اولاد همچو شخص، تو را شاگرد همچو شخص ساخته. چرا؟ مریم بیبی در زیر سرپرستی زکریا علیه السلام و در زیر تربیت مادر مهربان و مادر متدین کی است؟ حنا. در او آمده بود. از او خاطر الله میگه که چیست؟ ان الله اصطفاک، الله تو را برگزیده. کسی که از مس شیطان منع شوه ایرم استفاست، ایام انتخاب الله تبارک و تعالی است. شیطان در وقت ولادت خما را کلگی را مس کرده، اما بعد از او تابع وسوسه های شیطانی شدیم یا نشدیم؟ تابع وسوسه های شیطانی متنوع است. کسی را در عقیده خطا میکنه، کسی را مبتلا به بدعت میکنه، کسی را در عبادت نعوذ بالله در مرتبه میرسانه که باز خود کلان میتراشه، راه دیگر را انتخاب میکنه. حتی دعوای ازی را داره که ما با پیغمبر ضرورت نداریم، ما از خود طریقه داریم، از خود ذکر داریم، از خود کیفیت داریم، مثل که آلی با چشم سر میبینی. این خطا کردن شیطان است. حتی تا این اندازه هم شیطان خطا میکنه تا که تو در یک نماز 50 وضو هم میکنی. این هم خطا کردن و وسوسه شیطان است. کسی که از این طور حالت ها مسئول نگاه شد،
عقیده توحید پیدا کرد، عملش به سنت رسول الله برابر بود، در دلش خشخش و وسوسه در مورد اجرای احکام الله نمی آمد، این دیگه کمال چی هست؟ احسان الله است. سر جراب مسح کردن بدون خلل در دل. چرا در حدیث دیدی تسلیم بس دیگه، آلی در دل دی طور نمیشه. تیمم کردن در وقتی نبودن یا بدون از اینکه در دل چیزی بگرده، جمع کردن دو نماز در یک وقت در حالت سفر بدون از اینکه در دل چیزی بگرده، نه، آسانی های است که از جانب شریعت برات مقرر شده. تو حالی دلت در تردد نپرتی که پرتافتی تو تا بیداری وسوسه های شیطان کرده ای، تو دیگه سالم نیست. زمانی که انسان در عقیده توحید و در عمل سنت و مکمل تسلیم به حکم الله و حکم رسول الله بود، این دیگه کمال نعمت است. مریم اینمی قسم صفتا را داشته که الله برش میگه که ان الله اصطفاک، الله تو را برگزیده. خو هرای ما بسیار شکرگزاری الله را بکنه. روزگاری بود که شما حدیث کجا میشناخته، دلیل کجا میشناخته، معلومات براتان نبود. امروز الحمدلله با علما جر و بحث داره، شکر الله را نمیکشی، الله برگزید تانه. ما که میگم که همین موسم همونطور زمانی که الله بر ما آورده که در قرآن خود در کتاب خود شانده، اگر هیچ چیزی را یاد نگیریم، محض چند لحظه که در فکر قرآن میشیم، این افتخار نیست؟ این امتیاز نیست؟ مردم ها خیلی زیاد تیر شده، ما پدرای خود ملامت نمیکنیم بیچاره. آیا ترجمه قرآن در زمانشان بود؟ آیا عالم در مسجد برشان درس حدیث میداد؟ نمیداد، هیچ چیز نبود. و بیچاره نمیتون کلان شدن، بزرگ شدن، هر چیزی کردن. از بیبی خود چیزی را که یاد کرده بود امو را پیش میبرد از بابای خود. بابا چوپان بود، بیبی بگوی گلدوزی میکرد، دستدوزی میکرد، دیگه چیز یاد نداشتن در مدرسه. شما در موقع قرار داره که اگر آل شکر نعمت الله را نکشی، به الله جواب داده نیستی که براتان زمینه مساعد میشه. ای خواهرم، ایرا بدانی که یک ساعت این جمعی شکر نعمت بکش که موتر برات گرفته میشه، به اعزاز احترام در درس قرآن آورده میشی و پس برده میشی. ای الله برگزیده شما را. خو این برگزیدگی را، این نعمت شکرگزاریش از دست نده. شکرگزاری نعمت ها چیست برادر و خواهرا؟ این دعوت به سوی قرآن، دعوت به سوی توحید الله تبارک و تعالی. لحظه بعد ما آرام ننشینیم، یک لحظه ما آرام ننشینیم. این نعمت بزرگ الله که به ما نصیب شده. شکرگزاری نعمت نمیسته که ما دیگه دوستای خود دعوت بدیم، تلاش بکنیم که همه مردم مسلمان شوه. نباشه که ما میگیم نه ما پیش بریم دیگران، نه، دیگران به مثل ما واری عقیده را پیدا بکنه، محبت قرآن و حدیث در قلبشان جا بگیره، تسلیم به حکم الله شوه. اینی شکرگزاری نعمت است. قرآن اینمی گپا را برای ما یاد میده. و طهره که تو را پاک کرده الله تبارک و تعالی از کارهای غلط، از اخلاق ناپسندیده. یک کسی که در خدمت بیت المقدس باشه، شب بروز در عبادت، در زیر تربیه پیغمبر، او چرا بد اخلاقی کنه؟ او چرا کاری غلط بکنه؟ از او خاطر ما حول و مجلسی او مردمی که متدین است، مراکزی که در اونجا دین گفته میشه، این بسیار مفید است. هر کسی که تعلقیش است سعی کنه. یک طفل تولد میشه در بین خاندان سازنده، او طفل چی میشه؟ سازنده جور میشه. یک طفل که در خاندان علما پیدا میشه، عالم میشه. پدری من نیمه مولا بود، خو یک دو سه کتابی چی را خوانده بود؟ فقه را خواند. در تاق مختصر الوقایع و قدری موجود بود. جنگنامه حضرت علی هم موجود بود. یک جنگنامه به نام جنگنامه حضرت علی است، پشتو است، گلدسته حیدری. قصه میر حاتم است و مقاتل است، طور واهیات و غلط و دروغ دیش است که پرسان نکو. لیکن ما او را تا میکردم، همسایه‌ام می آمد خانه میطور پر می بود. او را که می خواندم که وای میر حاتم شهید شده، دوجه است که گل هفته پرست از او خاطر سرش پایین شد که او شهید شده بود، که هفته زرد برآمد و که این طور شد که این طور شد، کلگی گریانا میکرد. خود او وقتی بود که نمیفهمیدیم، من طفل بودم، تعلقیم قطعی کتاب زیاد بود، محبتم قطعی چیز زیاد شد. اگر پدر نیمه مولا نمی بود و کتاب دوجه موجود نمی بود، کتاب فقه، ما هیچ تعلقی ما با کتاب پیدا نمی شد. بچه نجار فقط اسباب نجاری را دیده چی میشه؟ دریور بری بچه دریور حتی در گواره هم یمیطوری که درویست، پدری خود دیده. اما تو رست یا نه؟ تفلکی تا نمیبینه که شما نماز میخوانی، در پالیتون دستپاک میپرته، در سرش استاد میشه. این را یاد داشته باشه. ما حول محیط تاثیر خیلی بسزای داره، خیلی زیاد. تربیه در کدام مقام، در مرکزی که تو رشد میکنی،
ما گاهی خواهرها را میگم یک روز آمدانتان در مدرسه براتان مفید است. او برادرها یک روز در مجلس قرآن یک روز 1 ساعت براتان مفید است. چی جای ازی که شما یک بلک عمره در قرآن و در حدیث تیر میکنی. این انسان بسیار بیدار و هوشیار میسازه. قرآن هم میگه واصطفاک تو را برگزیده علی نساء العالمین، بالای زنای تمام مخلوقات، از تمام مخلوقات که الله مرتبه را برش داده. پیغمبر علیه السلام در حدیث میفرما که 4 زن کامل نشده از زنا مگر 4 تا. یکی آسیه زن مریم، یکی خدیجه الکبری، یکی فاطمه و یکی هم چی؟ مریم. این 4 زن کامل شده. بله در مورد فضیلت عایشه رضی الله عنها علایده حدیث ها آمده، اما در یک حدیث که پیغمبر میگه 4 زن کامل شده، امی 4 زن میگه که در او جمله مریم است. یا مریم اقنتی لربک، کامل نشده از زنا مگر 4 زن. یکی خدیجه که زن اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مادر فاطمه و اولادای دیگه از غیر از ابراهیم، و دیگه فاطمه که دختر یا جگرگوشی پیغمبر علیه السلام است. 2 زن از امتای سابقه، یکی مریم دختر عمران و دیگه آسیه زن فرعون. یا مریم اقنتی لربک، ای مریم اقنتی لربک. کسی که در درجه کمال میرسه برش نمیگه که از پیش عبادت معاف شد. زکریا علیه السلام که سوال میکنه الله برش نمیگه که تو علی تسبیح و سبحان الله نگو پوره شدی. هر کس که در درجه کمال میرسه باز از پیشش مطالبه عبادت درست میشه. یاد داشته باشه شما نو وقتی عقیده توحید یاد میگیریم روز به روز قدم ما باید پخته تر شود، روز به روز قدم ما پیشرفته تر شود. آلی در صدد عزیزتیم که در نماز ما کسی فی نگیره، در گفتار ما کسی فی نگیره، در روزه ما، در زندگی خانواده ما کسی سر ما انتقاد نکنه. روز به روز باید در پای تکمیل برسی. الله تبارک و تعالی انبیای خدا، دوستای خدا همینطور میگه که شما در کدام مرتبه و مقام میرسی اینطور فکر نکنی که دیگه معاف شدیم هر چی که از دست ما میایه بکنیم. نه، قدمتان بالاتر میشه، محتاط‌تر میشه، سر شما مکلفیت و مسئولیت زیاده تر میشه. مریم در اون مقام رسیده، برخلاف پیرای گمرای امروز ما که وقتی که 4 روز نفلم به غلط به طریقه غلط میخونه باز بعد از اون میگه ما در جای رسیدیم، هر چیز از ما معاف شد. روزه، نماز، امیالی در کابلی تان امی مردم هست یا نه؟ امی مردم وجود داره. میگه ای در جای رسیده، ای ضرورت به عبادت ها نداره. خب قرآن اگر پیغمبر است، اگر ولی است، کلشه وقتی که در مرتبه و مقام میرسه دیگه هم الله برش میگه یا مریم اقنتی، ای مریم علیه السلام اقنتی تابعداری کو لربک، با پروردگار خود. قنوت کمال اطاعت امرای خشوع را میگه که مکمل فرمانبردارم باشی خو لیکن ترس الله هم در قلبت موجود باشه. از این خاطر یکی تابعداری سمبولیک و رسمی است. یک آدم برای پدر خود تابعداری میکنه، پدر که سلام میکنه بله پدر جان، خو لیکن اون طرف که میره که کلیت بکنم تو پدر طوری نباشه، بلکه تابعداری برای الله نشأت از قلب بکنه. از قلب وقتی نشأت میکنه که انسان خشیت از الله داشته باشه، مقام و منزلت الله را میدانه. وقتی نماز استاد میشه میگه فرمان الله است، امر الله است. روزه را میگیره میگه امر الله تبارک و تعالی است. صفت الله در قلب جا گرفته، آلی هر حکم الله را که انجام میدی احساس لذت میکنی. این را بسیار با تعمق و با تفکر انجام میدی، سطحی بیگار کشی واری نمی باشه. امروز که عبادت های ما نتیجه نداره، علتش این میسته که خشیت در قلب ما جا نداره. ما از روی خشیت کمی عبادت انجام نمیدیم. الله مریم میگه تابعداری الله را بکو خو لیکن امر خشیت واسجودی، این خو عام تابعداری است در کلی احکام، در کلی زندگی تابعداری نظامی کی باش؟ الله تبارک و تعالی. بالخصوص واسجودی سجده بکو، اشاره به این میکنه در بهترین عبادت، در عبادت ها که رابطه انسان با الله قائم میکنه او نماز است. خدا بین نماز نزدیکترین حالت بنده با الله کدام حالت است؟ سجده است. در حدیث ثابت است. از این خاطر اول الله برش فرمان میده واسجودی، رابطه تا با الله قائم کو. این اشاره به است که سجده را یعنی نماز در خود علایده در اتاق هم خوانده میتونی، رابطه تا با الله قائم داشته باش. بعد از او ورکعی مع الراکعین، رکوع بکو به امرای رکوع کننده. دادا اسمانونو ناز مکی تنازل کشو، دادا اسمانونو ناز
ازمکی تنازل کشو پاک نبی تورکشو هغه افریقای